دیل دماغم یانده. دیل دماغ دل و دماغشو ندارم. دیل دماغ دل و دماغ biraz farklılaşıp یه خور فرق کرده. Niye? Çünkü dil damaq. Dil damaq. چرا تو هندی و ترکی میاد جای اینا عوض میشه؟ اوریجین مثلا دماغ بر کیه؟ ببین دوداغ، دماغ، یاناق، سقف دهان دماغ گفته میشه. خب همین دماغ به دماغ تغییر پیدا کرده، ولی هارمونی در ترکیه و این چینش اینها مثلا یاناق یان آق، دماغ دام آق. یعنی دام که میگیم پشت بام شده دام، همینجا هم مشاهده میشه. پس کلماتی که کلا با بام هم ساخته شدن مثل بامداد و بام و فلان و فلان همه ترکی هن. چرا؟ چون دام ترکیه و این هارمونی در ترکیه، کلمات نزدیکش فک و فامیلش تو ترکیه. این تغییرش چی میتونه باشه؟ شما چی فکر میکنی؟